برادر عزیز بزرگان، چی صورت داری، یعنی چی چهره داری، چی رنگی هستی، باید در صورت چهره خودت راضی باشی. و چی خاطر؟ نقاشی تو، صورت کشی تو الله رب العالمین است. الله علمی صورتی که داری علمی را برای تو دوست داشت. و فی ای صورت ما شاء رکبک، و بهترین صورت یعنی دوست داشته ترین صورتی که الله از تو دوست می داشت، همون صورت را نقش بندی کرد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب العالمین میگه در اون رحم مادرتون، در اون جای تنگ و تاریک، من شما را صورت کشی میکنم. چی رنگی که دوست میدارم، چی رنگی که میخواهم. آیا برادری از چهره خودت، از این رنگ و یعنی روی خودت آیا راضی هستی یا نیست؟ باید راضی باشی، باید راضی باشی، اما مغرور نشی.